تمام توان ما این است که در بحث انواع راکت اندازها و موشکی یگانه ها رو تجهیز کنیم به فناوری نقطه زن بودن و دقیق زن کردن که الحمدلله این اتفاق مبارکم افتاده. ما 3 موضوع در بحث تجهیزات و تسلیحات رو داریم پیگیری میکنیم. اول هوشمند کنیم، دوم قابلیت اتوماسیون شدن داشته باشن و سوم نقطه زنی و دقیق زنی که امروز هم یعنی همین امروز که من با شما صحبت میکنم در یکی از مناطق کشورمون در حال تست موشک با برد متوسط نیروی زمینی هستیم که قدرت دقیق زن و نقطه زن بودنش رو امروز انشالله اندازه گیری میکنیم. این موشک دارای برد تقریبا قریب 300 کیلومتر است، نقطه زن هست، دارای قدرت اتوماسیون هست و در کلیه شرایط جوی آمادگی دفاع از میان اسلامی رو داره.